و نزدشان رفتند پیش از آنی که به خانه‌شان درآیند یک شهپرکی را گرفته زن میگوید پیش دانشمند می درآییم و میپرسیم در دست ما چیست. او البته میداند که در دست ما شهپرک است، اما نمیداند که زنده است یا مرده. اگر گوید که زنده است، من در دستم شهپرک را میکشم و اگر گوید مرده است، من رهایش میکنم. و چون پیش دانشمند در آمدند میپرسند در دست من چیست؟ میگویند شهپرک. بعد سوال میکنند که زنده است یا مرده؟ دانشمند میگوید همه یعنی زنده یا مرده بودن در دست شما هست و حقیقت همون چیزی که امروز در دست شما هست این محبت است، این صداقت است و تنها از خود شما وابسته است که عشق را به کدام مرتبه میرسانید. از این خاطر میگویم دوستدار همدیگر باشید و در حق همدیگر دعایی کنید که خداوند شما راضی باشد. میگویم روز عایشه رضی الله از پیغمبر خداوند گفتند یا رسول الله در حق من دعا کنید و بدانید رسول اکرم برای زوجه خویش چه دعایی نمودند. میگویند رسول خداوند صلی الله علیه و سلم دست به سوی خدا نموده میگویند خداوند تو را از اهل جنت گرداند. این دعای نبی خداوند بود در حق زوجه‌اش و ما از برادر عزیز مصطفی اطمینان بر آن داریم که در حق زوجه‌اش دعای مبارکی میکنند. میگویند دعای شوهر همیشه به در خداوندی قبول و مقبول است و از اینجا و زرین بانو میگویم همیشه در احترام